شام بخیر باشد بینندگان و دوستداران فوتبال. گزارش مستقیم خش را از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه منظوری شما میگردانیم و امروز در روزهای فیفا ماه نوامبر که حالا جریان دارد در شهر دوشنبه سلسله بازی دوستانه میان دستای منتخب نورسانی تاجیکستان و روسیه برگزار می شوند و امروز بازی اولی منتخبای تو 17 ساله تاجیکستان و روسیه البته دایر میگردد و منتخب نورسانی تاجیکستان زیر راهنمایی یوسف ربیف در این روزها امروز روز 17 نوامبر و بعدا روز 20 نوامبر با همسالان خود از روسیه و آخرهای رفیقانه را برگزار میکنند. و در نوبت دیگر منتخب نورسانی تا 15 ساله تاجیکستان زیر راهنمایی دلیر کیاسف روزهای 18 و 21 نوامبر با همسالان خویش از روسیه در شهر دوشنبه اندر میدانی رقابت میگردند و حالا باید استقبال میگیره منتخب‌های تا 17 ساله تاجیکستان و روسیه را که حالا به میدان میبرایند و البته امروز هم ما را یک رقابتی جالب و دیدنی انتظار است و قبلا هم منتخب‌های تا 17 ساله تاجیکستان و روسیه بارها میان همدیگر نیروسنجی کرده بودند و آنجا ما یک واخوری‌های جالب را هم دیده بودیم. حالا باید به اسرود ملی هر دو منتخب گوش میاندازیم و بعداً باز گزارش مستقیم خش را ادامه میدهیم. The national team of Tajikistan. پس از صدا دادن سرود ملی هر دو منتخب‌ها اکنون گزارش مستقیم خش را از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ادامه میدیم و یادآور میشیم که دوام دیروز و امروز ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میزبانی مسابقه های بین المللی گردیده ایستاده است. اگر در خاطر داشته باشید دیروز منتخب‌های تاجیکستان و اردن در بازی‌های انتخابی جام جهان 2026 در دربی اول با هم اندر میدان رقابت شدند و بخوری منتخب‌ها در همین جا در حضور 13650 نفر مخلص برگزار گردیده با نتیجه مساوی 1-1 انجام هم یافت.
اکنون باید بینندگان گرامی با هیئت منتخب شما را آشنا می‌سازم که حالا روی تصویرهای ما و شما هست. نخست از هیئت منتخب تو 17 ساله تاجیکستان آغاز می‌کنیم. در خط دروازه رقم 16 محمد عبدالهادوف، رقم 13 در خط دفاع برکت الله نعمت الله زاده، رقم 6 شرافکان سعیدوف، 15 فرهاد امیری، 21 رستم کمالوف، کاپیتان دسته ابوبکر سلیمانوف، رقم 10 جاویدان خوشبختوف، رقم 8 بیلال باباєв، رقم 9 حاجی عبدالمنان، رقم 12 نعیموف شهبان، رقم 14 آریان مهری نوریدین، رقم 11 سرمربی منتخب تو 17 ساله تاجیکستان در بخاری مروزه الفبک بیراموف است. داوران بازی امروز بینندگان گرامی، داوری اساسی بازی عبدالله دولتوف از تاجیکستان است. در دو کنار با کمک میکنند اسماعیل نورالیوف و فرهاد کورالوف. از تاجیکستان داوری احتیاطی باشد رستم نورماتوف. این هم هموطنی ما است که امروز همتون داوری چهارم در بخاری مروزه فعالیت میکند. اکنون باید به هیئت منتخب تو 17 ساله روسیه توجه میکنیم. بینندگان گرامی، در خط دروازه رقم 1 ولادیسلاو جورایف، دیگر بازیگران رقم 2 نیکیتا لیزلوف، رقم 3 ارتیوم چستیاکوف، رقم 4 کیریل ژیتلوف، رقم 5 ارتیوم خمارین، رقم 6 ویتالی بوندارف، رقم 8 کاپیتان دسته ارتیوم پونومارچوک، رقم 10 ماتوی ایوانوف، رقم 7 یاروسلاو کوشویچ، رقم 9 الکساندر پومالوک، رقم 11 ویکتور سولوپوف. سرمربی منتخب تو 17 ساله روسیه اندری اکسنوف است. گفتم که واخری ها در روزهای استراحتی یا خود روزهای فیفا برگزار می شوند و این هم الفبک بیراموف سرمربی منتخب تو 17 ساله تاجیکستان است. بینندگان گرامی، و این هم داوری اساسی بازی عبدالله دولتوف است که حالا منتظر آغاز بازی است تا صدای فشکش را بلند کند و فوتبالبازان هر دو منتخب بازی را آغاز کنند. بله، صدای فشک داوری اساسی بازی آغاز می شود و فوتبالبازان تو 17 ساله روسیه از مرکز میدان بازی را شروع می کنند. البته فوتبالبازان تو 17 ساله تاجیکستان این نسل طلایی فوتبالی میهن هم خطا نمیکنیم و امسال آنها البته در چندین مسابقه شرکت ورزیدند. این هم اکسنوف اندری سرمربی منتخب تو 17 ساله روسیه است که حالا روی تصویرهای ما و شما بود. و البته دقیقه های اولی بازی این یک بازی آزمایشی هم است. فوتبالبازان هر دو منتخب کوشش میکنند که بازی یکدیگر را توجیه آموزند و بعدا از همان ضعیفیت های یکدیگر در میدان استفاده نمایند. و اینجا ما یادآور شدیم که البته چند مرتبه منتخب‌های تو 17 ساله تاجیکستان و روسیه با هم بازی کردند و البته در ادامه گزارش مستقیم خویش ما از نتیجه این بازی شما را بهره‌ور خواهیم کرد. و اینجا ببینید که چگونه برخورد میان فوتبالبازان هر دو منتخب به میان میاد و اینجا از پای میافتد بازیگری منتخب تاجیکستان. ببینید که چگونه اینجا قاعده بازی را ویران کرد ارتیوم خمارین مقابل آریان مهری نوریدین. حالا طبیبان با یوری آریان مهر میشتابند. البته آسیب برداشته است حملگری تیم منتخب ما. و اگر به هیئت منتخب تاجیکستان نظر افکنیم بینندگان گرامی، امروز سرمربی از بازیگران کلیدی کم کار گرفت. مخصوصا حالا در هیئت ذخیروی منتخب تاجیکستان مسرور غفوروف یکی از حملگران با استعداد و بسیار هم با ثمر منتخب تاجیکستان. البته حالا بازی را در نیمکت‌های ذخیروی تماشا کرده ایستاده است و همچنین دیگر بازیگران به مانند بهروز خوجایف، مهربان حمیدوف، محمد جانی طاهر و همچنین سمیر داوودوف بازیگرانی هستند که پیشتر در هیئت اساسی در بازی که منتخب تو 17 ساله تاجیکستان برگزار کرده است به میدان می برآمدند. و امروز هم میبینیم که این دو منتخب البته چگونه بازی رو نشان خواهند داد. اینجا هم از دست از سخت آسیب برداشته است آریان مهری نوریدین، او را از میدان میگیرند، در نزدیک توپ است. ابوبکر سلیمانوف کاپیتان منتخب تو 17 ساله تاجیکستان ارسال به داخل جریمه‌گاه کرده می شود و اینجا فوتبالبازان روس موفق هم هستند. صدای اشتکی داور اساسی بازی عبدالله دولتوف هم بلند می شود و اینجا اشاره می شود که
بازیگری ما در حالت نابازی قرار داشته است. اینجا قاعده ویران کنی مقابل دفاعگری روس انجام داده شد و همچنین داوری کناری هم بیرقچه خش رو بالا برداشت. تا هنوز ما یگان امکانیت خفناک رو از جانب فوتبالبازانی هر دو منتخب ندیدیم و فوتبالبازانی روسیه هم پس از آن سانکسیونی که نسبت آنها فیفا البته برآ ماند، آنها بازی‌های دوستانه و بازی‌های بین المللی که دایر میکنند البته مقابل منتخب‌های آسیا است و همچنین حالا تیم منتخب روسیه مقابل منتخب‌های افریقایی نیز بازی‌های دوستانه دایر کرده ایستاده است و سال گذشته در همین شب و روز منتخب روسیه و تاجیکستان هم در همین روز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه اندر میدان رقابت شده بودند که آنجا بازی منتخب‌های تاجیکستان و روسیه بدون گل 0-0 انجام یافت و البته آنجا منتخب روسیه بازی دوستانه با قرقیزستان، با تاجیکستان و با ازبکستان دایر کرده بود. آنجا توانستند که قرقیزستان رو شکست بدهند و با تاجیکستان و ازبکستان مساوی بدون گل بازی نمایند فوتبالبازان روسیه. اینجا هم کوشش کرده استودند که فوتبالبازان روس جلوی بازی رو البته به دست گیرند و بیشتر توپ رو در اختیار خویش نگاه بدارند. ارسال به کناری راست انجام داده می شود از جانب کریل ژیتلوف. فوتبالبازان منتخب تو 17 ساله تاجیکستان حالا همه در خط دفاع هستند. اینجا هم اوت به نفع فوتبالبازان منتخب روسیه است. البته در همین شب و روز بینندگان گرامی حالا در کشور اندونزیا جام جهانی فوتبال میان منتخب‌های تا 17 ساله برگزار شده است و آنجا بهترین منتخب‌های تا 17 ساله البته مبارزه برده ایستادند بهر عنوان قهرمانی. البته جای تأسف هم هست که منتخب تا 17 ساله تاجیکستان نتوانست که به این مرحله مسابقه راه یابد. امکانیت برای فوتبالبازان منتخب روسیه اینجا دفاعگران ما میتوانند که به آسانی از این وضعیت دشوار برآیند و آنها با پاس‌های کوتاه میتوانند که این هجوم منتخب روسیه را قطع نمایند. اما در مرکز میدان بازیگران روس توپ را سایه میگردند و ببینید که چگونه اندر یکدیگر با پاس‌های کوتاه خوب بازی کرده ایستادند. سفیدپوش‌های روس جا با توپ قرار دارد. ارتیوم خمارین پسی و به کناری چپ ارسال به داخلی جریمه‌گاه کرده می شود. امکانیت برای فوتبالبازان
مساوی 1-1 انجام یافت. بینندگان گرامی یگانه گل منتخب تاجیکستان را در این باخوری مسرور غفورов به ثمر رسانیده بود و در عموم ما در مرحله گروهی جام آسیا تنها یک گل داشتیم که آن را هم مسرور غفورov به ثمر رسانید و همچنین در بازی دوستانه با تایلند هم مسرور غفورov مشرف به زدن گل گردیده بود. هجوم فوتبالبازان روس اینجا بدون نتیجه به انجام میرسد. خیلی هم خود بازی میکند برکت الله نعمت الله زاده و این وضعیت را هم برطرف میکند. فشار را ادامه میدهند بازیگران روس. بوسا هم بسیار هم با پاس‌های نزدیک اندر یک دیگر خوب بازی کرده ایستادند و اینجا هم ببینید که چگونه در هم بر همی در داخلی جریمه‌گاه منتخب ما دیده می شود. البته این سهلنکاری هم نام در عاقبت خوب هم دارد. از این وضعیت دشوار میبرایم فوتبالبازان منتخب تاجیکستان. رژیم فوتبالبازان ما ابوبکر سلیمانوف آریان مهر امکانیت از ضربه هم زده می شود و توپ وارد دروازه میگردد. احسن با آریان مهر نوریدین که با یک ضربه قوی خویش توانست در دقیقه 24 بازی توپ را وارد دروازه ولادیسلاف جورایف نماید و در این سال منتخب تاجیکستان را به پیش برآورد. ببینید که چگونه از یک عکس الهجومی با سرعت استفاده برده فوتبالبازان منتخب تاجیکستان موفق شدند و البته یک امکانیت خوبی را هم ما توانستیم بی ثمرانه استفاده بریم و اصلا به ابوبکر سلیمانوف که اینجا توجه بازیگران منتخب روسیه را به خود جلب کرد و یک پاس اولیه را هم به آریان مهر نوریدین تامین کرد. ببینید که 4 بازیگر منتخب روسیه توجهشان به ابوبکر سلیمانوف شد و همین طور پس انجام داده ابوبکر به جانب آریان مهر نوریدین او را با دروازه‌بان 1-1 برآورد و ضربه استوره که آریان مهر داشت آن را ولادیسلاف جورایف دروازه‌بان منتخب روسیه برگردانیده نتوانست و در این سال فوتبالبازان منتخب تا 17 ساله تاجیکستان اکنون به پیش میبرند. و گفتم که پس از منتخب چین در جام آسیا منتخب تاجیکستان بازی کرد با همتایان خویش از عربستان سعودی که آنجا با حسابی 2-0 ما ناکام شدیم. امکانیت برای بازیگران روس نه اینجا موفق شدن نمیتوانند، هم دیگر رو انیخترش درست در کردن نمیتوانند و محمد عبدالعاطف اینجا توپ را داشته میگیرد. آنجا حاجی در دقیقه 63 و 90 گل‌های منتخب عربستان سعودی را به ثمر رسانید و امکانی راه یافتن به دور حبسی برای فوتبالبازان منتخب تاجیکستان باز هم کمتر گردید و در دور آخر ما با استرالیا چه قدرت و توان داشتیم در میدان نشان دادیم. البته یک بازی خوبی را هم دست پروران رحمت الله فضایلوف آنجا مقابل استرالیا نشان دادند، اما متاسفانه در قسم دومی بازی فوتبالبازان ما البته به اشتباه‌های راه دادند و آنجا بازی با حساب 2-0 به نفع منتخب استرالیا انجام یافت. البته شما خود میدونید که استرالیا یکی از منتخب‌های بهترین در قاره آسیا و همچنین در جهان هم نامدار است. بازیگران این منتخب در هیئت باشگاه اروپایی و بهترین جهان هنرنمایی میکنند و چند روز پیش یکی از بازیگران 17 ساله منتخب استرالیا با دسته باواریا شرطنامه دراز مدت به تصویب رسانید که این بازیگر در چمپیونات آسیا در تایلند شرکت ورزیده بود. امکانیت رو از دست میدهند بازیگران منتخب روس. خیلی هم در خط دفاع ما خوب بازی میکنیم و این وضعیت خطرناک رو هم البته برکنار مینمایند بازیگران منتخب تاجیکستان. ابوبکر سلیمانوف کاپیتان منتخب تاجیکستان اینجا سه برداشته است. تا حال عبدالله دولتوف از این قاعده ویران کنه که در میدان صورت گرفته است و بازیگران هر دو منتخب یکان آگاهی نشان نداده است و اینجا هم صدای مخلصان تاجیک و روسیه رو ببینید که چگونه بلند شده است. روسیه که تاجیکستان میگویند دیگری باشد روسیه گفته منتخب‌های خویش رو در میدان دستگیری کرده است. اینجا طبیبان به یاری ابوبکر سلیمانوف میگویند و اینجا هم محض در آخر امروزه تا این لحظه ارسال گل‌آور رو به آریان مهر نوریدین تامین کرده بود ابوبکر سلیمانوف. اینجا توپ به دستی ابوبکر هم رسیده است، اما اشاره میکند که
بله بله اینجا با پای به سری فوتبالبازی ما ضربه زد بازیگر منتخب روس. اینجا مخلصان روس به ما و شما نشان داده می شود که ما باید صدا روسیه گفته صدا بلند کرده ایستادند. اما این مخلصی آنها برای ما یگان مشکلی ایجاد کرده نمیتواند، چون که ما در میدان خویش در نزد شماره مخلصان خویش تا این لحظه ها توانسته هستیم که در حساب از روسیه پیشگام باشیم و البته در آخرین روز هم موفق هم بگردیم. ابوبکر خوب است، بازی را ادامه داده میتواند و همینطور بخوری هم ادامه مییابد. و اینجا در مورد بازیگر 17 ساله منتخب استرالیا گفته استوده بودیم که با تیم باواریا آلمان شرطنامه دراز مدت به تصویب رسانید. به اینجا به هجوم منتخب روسیه متوجه میشویم. احسن با شریفخان سیدیف که این وضعیت رو برطرف کرد. حرکت چندمین وضعیت خفناک رو محض شریفخان در داخل جریمه‌گاه برطرف کرده است. اما اینجا خواهد بازی رو ویران میکند دفاعگر منتخب تاجیکستان شهبان نعیموف و اولین کارت زرد فکر میکنم از جیب داور مرکزی بازی هم بیرون کرده شد و آن را به شهبان نعیموف نشان میدهد و شهبان نعیموف هم اولین بازیگر در این بخوری میگردد که با گرفتن کارت زرد نایل میگردد.
از اوت توپ رو به بازی می‌دارن اکنون بازیگران روس. 5 دقیقه دیگر تا انجام قسم اول باقی مانده است. جو از اوت توپ رو به بازی می‌دارن بازیگران منتخب روسیه. یکی از آنها از پای افتیده است، اما اینجا به چیز اشاره نمیکند داوری بازی. در اداره کردن توپ فوتبالبازان منتخب روسیه در میدان فعال هستند و در حساب باشد فوتبالبازان ما پیشگامند. توپ رو بیشتر در اختیار خویش نگاه داشته است. فوتبالبازان روس امکانیت هست و اینجا خیلی هم خوب بازی میکند بازیگری تیم ملی ما برکت الله نعمت الله زاده و توپ را زده در داخل جریمه‌گاه بیرون میکند. امکانیت برای بازیگران منتخب روس باز هم آنها توپ را در اختیار خویش نگاه میدارند. هجوم فوتبالبازان تاجیک آریون مهر بسیار خوب با سرعت بلند به پیش حرکت میکند. ضربه زده او و اینجا ولادیسلاف جورایف میتواند که ضربه زده آریون مهر نوریدین را برگرداند. هجوم فوتبالبازان روس قطع میگردد. ویکتور سولوپوف بود که موفق شده نتوانست. کمتر از 4 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب 1-0 به نفع منتخب تاجیکستان است. آریان مهر نوریدین هم اینجا مشرف به زدن گل شد. اینجا با شرافکان سیدوف طبیبان کمک کرده استودند که کمی اوسه برداشته است. قبلا آخران مراتبه منتخب‌های روسیه و تاجیکستان 11 فوریه با یکدیگر بازی کرده بودند که آنجا با حساب 3-0 فوتبالبازان تا 17 ساله فوتبالبازان تا 16 ساله روسیه پیروزی به دست آورده بودند. فشار ادامه داده استودند بازیگران منتخب روسیه اما موفق نگردیده استودند، گرچند که آنها از هجوم‌های پای در پایشان معلوم می‌گردد که می‌خواهند در قسم اول نتیجه را برابر نمایند، اما بازیگران ما همه در خط دفاع هستند و ببینید که چگونه صد راهی این هجوم‌های فوتبالبازان منتخب روسیه شده استودند. ویکتور سولوپوف یک نفر دو نفر را می‌گذرد، توپ را از دست می‌دهد. سولوپوف توسط کنار راست هجوم فوتبالبازان روسیه ادامه می‌یابد. ارتیوم چستیاکوف توپ را از دست می‌دهد. اوت به نفع فوتبالبازان منتخب تا 17 ساله تاجیکستان است و انجام خیلی خوب بازی کرد رستم کمالوف. الفبک بیراموف به دست پرورانش چیزی را توصیه داده است. سرمربی جوان منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان دو دقیقه به قسم اولی بازی زم کرده می شود. البته قاعده ویرانکنی در میدان بودند و مخصوصا مقابل آریون مهر نوریدین که در دقیقه اولی بازی قاعده بازی ویران کرده شد. البته او از دستش آسیب برداشت، بعدا به او طبیبان کمک کردند و حالا هم شما دیده است باشید دستی او بسته است. اینجا هم مقابل حالا باز قاعده بازی ویران کرده شد. اما از همین بازیگر همین چهره در واقع امروزه توانست که مشرف به زدن گل بگردد. از ارسال گل‌آوری ابوبکر سلیمانوف استفاده برده و گل تاجیکستان را به ثمر رساند.
ارسال ابوبکر سلیمانوف به داخل جریمه‌گاه بدون نتیجه به انجام میرسد. از او توپ را به بازی می‌درارند بازیگران منتخب روسیه. نیکیتا لیزلوف در اداره کردن توپ در آخر امروزه خیلی موفقند. در قسم اولی بازی فوتبال بازان منتخب روسیه در عکس هجوم باشد فوتبال بازان ما خبری سخن ندارند. بسیار هم بازی با سرعت را اینجا نشان داده ایستند. اشتباه میکنند بازیگران منتخب روسیه. ابوبکر سلیمانوف پسی او به اوجی عبدالمنان ارسال به کناری چپ و به سمت رستم کمالوف. بسیار هم خوب اینجا توپ را سایه میگردد بازیگری فوتبال بازی کشوری ما. امکانیت برای بازیگران منتخب تاجیکستان اما اینجا موفق شدن نمیتواند. بیلال بابایف و ضربه کنجی به فایده منتخب تاجیکستان است. فکر میکنم اولین ضربه کنجی برای بازیگران ما. اینجا به دست می آید و اون را ابوبکر سلیمانوف اجرا میکند. ارسال به داخل جریمه‌گاه امکان نیست چون که فوتبال بازان امروز بسیار هم قامت بلند دارند و این وضعیت را برطرف میکنند. صدای اشتراکی داور اساسی بازی عبدالله دولتوف از انجام قسم اولی بازی میان منتخب‌های تو 17 ساله تاجیکستان و روسیه درک میدهد. یگانه گل منتخب ما را ان همین چهره اوریان مهری نوریدین به ثمر رسانید. گرچه که در دستش آسیب دارد اما توانست که موفق به زدن گل بشود. و مکنون پس از چند لحظه باز به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برمیگردیم و این بازی را تماشا میکنیم.
در هیئت منتخب روسیه و تاجیکستان دو تغییراتی صورت میگیرند. از هیئت منتخب تاجیکستان مرادجان جلیلزاده و مسرور غفورов وارد میدان شدند. غفورов نوردین را عوض میکند و همچنین بازیگر دیگری ما مرادجان جلیلزاده هم به میدان برآمد. و در هیئت منتخب روسیه باشد به جای یاروسلاو کوشویچ بازیگران ارتیوم کوزمنکو و ریات نیکیتا به میدان برآمدند. هر دو منتخب با دو تغییراتی بازی را شروع کردند و همینطور بازی هم شروع می شود. و انجام نشان داده می شود به ما که جلیلزاده نعیموف را عوض کرده است. مرادجان جلیلزاده بازیگری که حالا روی تصویرهای ما و شما است در هیئت منتخب تاجیکستان جلیلزاده را عوض کرده است. اینجا برخورد میان فوتبالبازان هر دو منتخب به میان میآید، بسیار هم برخورد شدید میان نیکیتا لیزلوف و همچنین بازیگر منتخب تاجیکستان تحت رقم 21 رستم کمالوف. حالا اینجا داور اساسی بازی به طبیبان هم اشاره میکند که به این بازیگران کمک کنند و ما هم باید از این فرصت استفاده برده شما را به هیئت منتخب در قسم دوم بازی آشنا میسازیم. نخست از هیئت منتخب تاجیکستان آغاز میکنیم. در خط دروازه محمد عبداللهاتف رقم 16، دیگر بازیگران رقم 13 برکت الله نعمت الله زاده، 6 شرافکان سعیدوف، 15 فرهاد امیری، رستم کمالوف رقم 21 و همچنین ابوبکر سلیمانوف رقم 10 به جای او اینجا کاپیتانی دست ابوبکر سلیمانوف بازی دارد. رقم 8 جاویدان خوشوقتوف، رقم 9 بیلال بابایف، 12 حاجی عبدالمنان. تغییراتی که در هیئت منتخب تاجیکستان انجام داده شد در قسم دوم در خط حمله بود. به جای شهبان نعیموف رقم 14 و آریان مهری نوردین رقم 11 بازیگران به میدان برآمدند. مرادجان جلیلزاده و همچنین مسرور غفورov. سرمربی منتخب تاجیکستان الیفبک بیراموف است. هیئت منتخب روسیه چنین است بینندگان گرامی. در خط دروازه رقم 1 ولادیسلاو جورایف، رقم 2 دیگر بازیگران نیکیتا لیزلوف، رقم 3 ارتیوم چیستیاکوف، رقم 4 کیریل ژیتلوف، رقم 5 ارتیوم خمارین، رقم 6 ویتالی بوندارف، رقم 8 ارتیوم پونوماچوک، رقم 10 ماتوی ایوانوف، ارتیوم کوزمنکو، رقم 17 الکساندر پومالوک، رقم 9 و همچنین نیکیتا هیات رقم 19. سرمربی منتخب 17 سال روسیه اندری اکسنوف است. در قسم دوم در آغاز قسم دوم انیخترش دو تغییراتی هر دو منتخب در هیئت خویش انجام دادند و داور اساسی بازی عبدالله دولتوف در دو کنار با کمک میکنند اسماعیل نورالیف و فرهاد کورالوف. داور احتیاطی رستم نورمتوف است. در قسم یکم بازی فوتبالبازان منتخب تاجیکستان با برتری 1 گل به تنفس برآمدند. اونجا گل منتخب تاجیکستان را آریان مهری نوردین به ثمر رسانید، اما ببینید که در آغاز قسم دوم آریان مهر به میدان برآمدن نتوانست، چون که در لحظه اولی به آخری او از دستش جراحت برداشت و پیش از انجام قسم اولی بازی هم او اشاره میکرد که بسیار هم دستش در میکند و به این نگاه نکرده او در میدان امروز مشرف به زدن گل شد و حالا هم باشد در قسم دومی بازی به جای او مسرور غفورov یکی از بازیگران با ثمر و منفعت آوری منتخب 17 ساله تاجیکستان به میدان برآمد و اکنون می‌بینیم که با برآمدن مسرور غفورov و همچنین مرادجان جلیلزاده بازی منتخب تاجیکستان تا کدام اندازه رنگ دیگر میگیرد. اینجا فوتبالبازان منتخب روسیه هجومشان قطع می‌گردد. بسیار هم خوب بازی کرد دروازه‌بان محمد عبداللهاتف. در قسم یکم بازی فوتبالبازان منتخب روسیه در اداره کردن توپ خیلی فعال بودند. آنها با پاس‌های کوتاه و اندر یکدیگر خیلی خوب بازی می‌کردند و در عکس الهجوم باشد فوتبالبازان منتخب تاجیکستان به قول همتا نداشتند و چندین وضعیت‌های خطرناک هم بود، اما از اینکه آنها استفاده برده ما توانستیم که به زدن گل دست یابیم. تغییرات سوم در هیئت منتخب روسیه انجام داده می‌شود. بینندگان گرامی یوگنی اکسنوف به میدان میبرد، بازیگر تحت رقم 15 و او
لیزلوف نیکیتا را در میدان عوض میکند. 3 تغییرات در هیئت روسیه، 2 تغییرات در هیئت تاجیکستان انجام داده شده. البته این بازی رفیقانه است و تغییرات میتوانند که باز هم زیادتر باشند. با هجوم میگذارند بازیگران منتخب روسیه. اینجا توپ از میدان بیرون شده است. داوری کناری هم به این اشاره میکند. همدیگر را درست تر کردن نمیتوانند. اینجا ارتیوم کوزمنکو و همچنین ارتیوم خمارین قاعده بازی هم مقابل مسرور غفورov ویران کرده می شود. همین چهره بازیگری که ما بسیار رو در قسم اولی بازی کردیم و در قسم دومی بازی هم البته امیدی ما و شما و مخلصان به این بازیگر بیشتر است. در خط حمله و در درخشی او را ما گفته بودیم که در بازی رفیقانه پیش از آغاز جام آسیا به دروازه تایلند محض او گل زده بود و دروازه چین هم در جام آسیا در دور اول محض او مشرف به زدن گل گردیده بود. امکانیت برای بازیگران منتخب تاجیکستان اما ببینید که کسی نیست از این امکانیت استفاده نماید. یک ضربه دیگر و این مراتب دروازه‌بان منتخب روسیه توانست که این ضربه را برگرداند. ولادیسلاو جورایف و 2 امکانیت 100% گلزنی را از دست دادیم و البته حالا این لحظه کارگردان نوارای سوز کرده شده را با ما و شما پیشکش میگردانند. ببینید که چگونه امکانیت خوب بود و اینجا هم ضربه زده بازیگری منتخب تاجیکستان حاجی عبدالمنان را برمیگرداند دروازه‌بان منتخب روسیه و در نوبت دیگر ضربه زده امیری فرهاد رو هم برگردانید. بر صورت همین گونه ما فشار ادامه دادن گیریم میتوانیم که موفق هم بگردیم و اینجا هم یادآور میشیم که آخران مراتب منتخب‌های تو 17 ساله روسیه و تاجیکستان ماه فوریه امسال بازی کرده بودند که آنجا بازی با حساب مساوی 1-1 انجام یافته بود. آنجا هم بازی رفیقانه بود. برخورد جلیلزاده مراد جان بود اینجا مقابل بازیگر منتخب روسیه ولادیسلاو مدویکوس. بازیگران ما ببینید که با توپ خیلی خوب بازی کرده استورند و کوشش کرده استورند که با پاس‌های کوتاه به هجوم گذارند. بسیار هم خوب اینجا موفق شدن نمیتواند. جاویدان خوشوقتوف توپ را از دست میدهد. جاویدان و اینجا یک پای بازی خوبی بازیگری منتخب روسیه از 2 نفر بازیگری ما میگذارد و توپ را هم از دست میدهد. مراد جان جلیلزاده ارسال به سمت بیلال بابایوف. بیلال در قسم اولی بازی فعال نبود بینندگان گرامی اما سرمربی او را عوض نکرد و حالا در میدان بازی را ادامه داده است و میبینیم که در قسم دوم او البته از خود درک خواهد داد و یا نه. در قسم اولی بازی تنها داوری مرکزی بازی 1 کارت زرد نشان داد، اون هم به بازیگری منتخب تاجیکستان بود به شهبان نعیموف که در آغاز قسم دومی بازی او را سرمربی الفبک براموف از میدان گرفت. فشار میارند بازیگران منتخب روسیه. اینجا خیلی خوب بازی میکند شیرافکان سعیدوف. در قسم اولی بازی هم محض شیرافکان در خط دفاع توانسته بود که چندین امکانات خوبی فوتبالگزار منتخب روسیه را برهم بدهد. امکانات برای بازیگران روس اینجا و توپ از میدان بیرون شده است. بله با این اشاره میکند عبدالله دولتوف داور اساسی بازی و اینجا هم ضربه کنجی 2 مشان را انجام میکنند بازیگران منتخب روسیه. در بخوری امروزه عموما ضربه کنجی خیلی کم است. در قسم اول 2 ضربه کنجی بود، یکی به نفع روسیه یکی به نفع تاجیکستان و حالا باشد ضربه کنجی 3 در عموم در بخوری امروزه به نفع بازیگران منتخب روسیه است. ارسال به داخل جریمه‌گاه کرده می شود و اینجا توپ وارد دروازه می شود. بینندگان گرامی چگونه آیسته با سر توپ را ضربه زد کاپیتان منتخب روسیه ارتیوم پونومارچوک، اما دروازه‌بان منتخب تاجیکستان محمد عبداللهاتوف اینجا نتوانست که توپ را داشته گیرد و همینطور در دقیقه 55 بازی
حسابی بازی رو مساوی میکنن بازیگران منتخب روسیه. بیاید ببینید چگونه اینجا از ضربه کنجی با بازیگذاری توپ رو به بازی در آوردن. ارسال به داخل جریمه‌گاه هم کرده شد از جانب ماتوی ایوانوف و با سر ضربه زد کاپیتان منتخب روسیه. ببینید که توپ به زمین رسید و وارد دروازه شد. دروازه‌بان اینجا یگان عملکرد رو اجرا نکرد. تنها دفاعگری ما از جای برخواست که با سر توپ رو باز دارد، اما کمی جایش او پستر بود و همین طور توانست که ارتیوم پانومارچوک با زدن گل دست یابد و حساب بازی مساوی می شود. اکنون باید بازیگران منتخب تاجیکستان باز توانند که با اشتباه راه ندهند و موفق به زدن گل بگردند، چون که حساب اکنون برابر شد. البته ما در میزبانی بازی میکنیم. هواداران ما هم امروز در ورزش رو هستند. فوتبالبازان میهن را دستگیری کرده استران امکانیت برای مسرور غفوروف با صورت بلند به پیش حرکت میکند و اینجا ببینید که دروازه‌بان منتخب روسیه اشتباه میکند. مسرور باید توپ را صاحب بگردد، نه اینجا اوت میشود. زود از اوت باید توپ را به بازی در آورد. امکانیت هست ضربه، اما مسرور غفوروف اینجا کمی به سراسیمگی راه داد، نه اونقدر ضربه قوی هم زد. البته اونا با بیلال بابایف خیلی هم دیگر فهمی خوب داشتند. اگر کمی دیگر سرعت مسرور بلندی میکرد و میتونست که از این اشتباهی در دروازه‌بان منتخب روسیه استفاده برده حساب را 2-1 نماید. از اوت توپ را به بازی می‌درونند بازیگران منتخب تاجیکستان. مجرای بازی بسیار هم تیز و تندتر گردیده است و ببینید که چگونه بازیگران منتخب روسیه هم فشار آورده است. اکنون بازیگران منتخب ما به هجوم می‌گذارند. بسیار هم خوب اینجا پاس میدهد. مسرور امکانیت هست. مسرور اینجا باید ضربه میزد. مسرور اما فرهاد کورالوف از کنار راست بیرقچه خیش رو بالا میبردارد که مسرور در حالت نوبازی است. بله اینجا واقعا هم در حالت نوبازی بوده است و اگر حالت نوبازی هم نمی بود پس اینجا مسرور غفوروف نتوانست که درست‌تر توپ را به هم دستش پس بدهد، هم دیگر فهمی نبود و همین طور این امکانیت خوب از بین رفت. توپ را صاحب می‌گردند بازیگران منتخب تاجیکستان. بسیار هم خوب امکانیت هست. بیلال بابایف اینجا توپ را کمی از خود پیشتر می‌پرتاید و اینجا دروازه‌بان منتخب روسیه ولادیسلاو جورایف هم توپ را داشته می‌گیرد. ارسال به سمت پیش. پایده بازی ویران کرده می شود اینجا از جانب بازیگر منتخب تاجیکستان رستم کمالوف و اینجا هم وضعیت استانداردی اکنون برای بازیگران منتخب روسیه به میان میآید. در نزدیک توپ است ماتوی ایوانوف و اینجا هم به ما شما نشان داده می شود که چگونه مقابل ارتیوم کوزمنکو بازیگری که در قسم دوم به میدان برآمد پایده بازی ویران کرده شد. در نزدیک توپ است اینجا ماتوی ایوانوف، همان بازیگری که با ارتیوم پانومارچوک ارسالی گل آورد کرد. ارسال به داخل جریمه‌گاه. خوشبختانه این وضعیت از بین می رود و همین طور اکنون دروازه‌بان منتخب ما محمد عبداللهاتوف از خط دروازه توپ را به بازی می درآورد. بسیار هم بلند ضربه زد اینجا بازیگر منتخب روسیه. بسیار هم خوب با صورت بلند به پیش حرکت میکنند بازیگران منتخب تاجیکستان. جاویدان خوشبختوف پسیو با ابوبکر سلیمانوف. بسیار هم خوب توسط کناری راست جیم منتخب تاجیکستان ادامه می‌یابد. ارسال به داخل جریمه‌گاه کرده می شود و اینجا توپ به مسرور نمیرسد و ضربه زده حاجی عبدالمنان
از میدان بیرون می شود و آوت به نفع منتخب روسیه است. ارتیوم خمارین از آوت توپ را به بازی می درآورد. فشار آورده ایستادند بازیگران منتخب تاجیکستان جانب دروازه روسیه، اما تا هنوز این فشارها نتیجه نآورده ایستاده است. نیم ساعت دیگر تا انجام بازی میان منتخب‌های تا 17 ساله روسیه و تاجیکستان باقی میماند. اینجا هم اندری اکسینوف به دست پروران اشاره کرده ایستاده است که چگونه از این وضعیت ها ثمراناک استفاده نمایند. از آوت توپ را به بازی می‌دارند بازیگران منتخب روسیه. از یک طرف یوگنی اکسینوف و با سرمربی آنها اسم یک خیله دارند و شاید یگان مناسبتی خویش تباری هم داشته باشند. از آوت توپ را به بازی می‌دارد رستم کامالوف، موفق شده نمیتواند. حاجی عبدالمنان و انجام صدای مخلصان فوتبال میهن در ورزشگاه به گوش میرسد که چگونه آنها ملی پوشان تاجی را دستگیری کرده ایستادند و البته انتظار هستند که در آخرین روزه ما پیروزی به دست آوریم. و یادآور هم شدیم که 4 بازی دوستانه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میان منتخب‌های روسیه و تاجیکستان برگزار کرده می شود. 2 بازی دوستانه را میان منتخب‌ها، البته منتخب تا 17 ساله و 2 بازی دیگر را لسته منتخب تا 15 ساله دایر میکنند. 17 و 20 نوامبر بازی میان منتخب‌های تا 17 ساله و 18 و 21 نوامبر بازی میان منتخب‌های تا 15 ساله برگزار می شود. توپ را از دست می‌دهند بازیگران منتخب روسیه. هجوم فوتبال بازان منتخب تاجیکستان توسط کناری راست، اما اینجا مراد جان جلیلزاده درست‌تر در کردن نمی‌تواند شرفکن سعیدوف را و این امکانیت هم از بین می‌رود. بسیار هم خوب اینجا توانست که توپ را در نزد پای فوتبال بازان روس بگیرد بازیگر ما و این عکس الهجومی روسیه را قطع نماید. حاجی عبدالمنان بود که اینجا خیلی فعال بود در مرکز میدان و بعداً قاعده بازی مقابلی او بیرون هم کرده شد. امیری فرهاد پسی او به مرکز، ابوبکر سلیمانوف، ابوبکر پسی او به جانب بیلال بابایوف، بیلال به رستم کامالوف، اما رستم موفق شدن نمیتواند و اینجا هم ضربه کنجی به نفع منتخب تاجیکستان است. جلسه میبردارد رستم کامالوف و اینجا متوجه شوید که چگونه برخورد بود میان هر دو بازیگران و این هم همان مخلصی کوچک هست که حالا در ورزشگاه تیم ملی تاجیکستان را دستگیری کرده است و به این هوای سرد نگاه نکرده، البته به این هوای سرد تیر ماهی نگاه نکرده و در ورزشگاه منتخب نورسانی تو 17 ساله تاجیکستان را دستگیری کرده است. البته در قسم اولی بازی ما خیلی خوب بازی کردیم، توانستیم که از چند امکانیتی که به میان آمد از آنها یکیش را استفاده نماییم. گل را آنجا آریان مهری نوریدین از ارسال گل آوری ابوبکر سلیمانوف استفاده برده مربوطی نامی خویش کرد. اما در قسم دومی بازی فوتبال بازان روس توانستند که
موفق به زدن گل بگردند و اونجا البته دروازه‌بان میتوانست که این ضربه زده بازیگران منتخب روسیه رو انیخترش ضربه زده ارتیوم پونومارچوک رو برگرداند. اونجا او با سر ضربه زد، ضربه سری او البته توپ به میدان رسید و بعدا با همون جایشی که داشت وارد دروازه شد و آنجا بازیگران ما یگان امکانیت برگردانیدن آن را نداشتند و همین گونه حساب هم مساوی کرد. اینجا هم کارگردان با ما شما نشان داده استودند که اینجا قاعده بازی بیرون شده بود یا نه در مبارزه رستم کمالوف و همچنین ارتیوم کوزمنکو. بر صورت اینجا اشتباهی بازیگری موجودی است. ببینید که او را از میدان بیرون برآورده استودند و شاید ترک میدان هم نماید. بر صورت تغییرات بس صورت میگیرد و جای دفاعگر رستم کمالوف میبینیم که کی به میدان میبراید. داور اجازه میدهد که بازی ادامه یابد و اینجا ضربه کنجی هم اجرا کرده می شود اما موفق شده نمیتوانند بازیگران منتخب تاجیکستان فشار را ادامه میدهند. حاجی عبدالمنان ارسالی او اما این وضعیت هم از بین می رود. ببینید که چگونه پاسهای فوتبالبازان منتخب روسیه جانب یکدیگر دقیق درست است و اینجا هم بازیگر منتخب روسیه در حالت نوبازی است. ارتیوم کوزمنکو بازیگری که در قسم دوم بازی به میدان برآمد و یکی از بازیگران کلیدی منتخب روسیه هم محسوب می شود و مثل مسرور غفوروف او را سرمربی در قسم اول به میدان نبرآورد. رو در نیمکت‌های ذخیروی نگاه داشت و بازی رو ببیند، تماشا کند، آموزد و بعدا در قسم دوم برآمده البته از ضعیفیت‌هایی که در میدان است از آنها استفاده نماید. دو تغییرات در هیئت منتخب روسیه انجام داده می شود. بینندگان گرامی، الکساندر پومالوک از میدان گرفته می شود و به جای پومالوک به میدان میبراید کازبک موکایلوف و همچنین بازیگری دیگر به میدان میبراید تحت رقم 22 وادیم لیوادوف. وادیم در میدان عوض میکند اینجا ویکتور سولوف را. تغییرات در خط حمله انجام داده شدند و میبینیم که این تغییرات تا کدام اندازه به منتخب روسیه کمک کردن میتواند در آخرین روزه تا آنها موفق بگردند. از توپ را با بازی می‌دارد بازیگر ما بیلال بابویف. هجوم فوتبالبازان منتخب روسیه اینجا اشتباه میکند دفاعگر ما و خوشبختانه این وضعیت برطرف کرده می شود از جانب دفاعگران منتخب تاجیکستان. و ببینید که چگونه اشتباه را انجام دادند بازیگران ما و البته توانستیم که آن اشتباه را جبران کنیم اما فشار را ادامه میدهند بازیگران منتخب روسیه. ماتوی ایوانوف بازیگری که ارسال گل‌آور را در آخرین روز انجام داد به کاپیتان منتخب روسیه تا مشرف به زدن گل بگردد. هجوم فوتبالبازان منتخب تاجیکستان توسط کنار راست قاعده بازی ویران کرده می شود. اینجا مقابل بازیگری منتخب تاجیکستان مراد جان جلیل زاده و اینجا هم بازیگری که نه به میدان برآمد وادیم لیوادوف و قاعده ویران کنی دست میزند. تغییرات نوبتی در هیئت منتخب تاجیکستان انجام داده می شود.
به میدان برآمدن نمیتواند. رستم کمالوف با توسعه برداشته است و به جای به میدان میبرد. اینجا مقداد رازیقوف و همچنین تغییرات نوبتی از میدان گرفته می شود. کاپیتان دست ابوبکر سلیمانوف، اینجا هم دستبند کاپیتانی به برکت الله نعمت الله زاده داده می شود و به جای ابوبکر سلیمانوف به میدان میبرد بینندگان گرامی بهروز خوجاєв. ابوبکر در آخرین روزا یک ارسال گل‌آور در حساب خویش داشت و در میدان در قسم دوم هم مؤلف گل و هم آن نفری که به او ارسال گل‌آور را انجام داد در قسم دوم از جانب سرمربی از میدان گرفته می شود. ابوبکر سلیمانوف و همچنین آریان مهری نوریدین دیگر در میدان نیستند. از این امکانیت هم استفاده بردن نمیتوانند بازیگران منتخب تاجیکستان. اشاره می شود که قاعده بازی ویران گردیده است بیرون از جریمه‌گاه و اینجا هم یوگنی اکسنوف توپ را به بازی می‌درآورد. بسیار هم خوب بازی کرده استند بازیگران منتخب تاجیکستان در یکدیگر و اینجا هم قاعده بازی ویران کرده می شود پس از آن اشتباهی که نیم محافظتگری ما به اون دست زد و بعدا مجبور شد که برای سد راه هجوم منتخب روسیه شدن اینجا قاعده بازی رو ویران نماید. از پای هفته بازیگر منتخب روسیه ارتیوم خمارین اینجا هم با ما شما نشان داده می شود. الفبک براموف هجوم فوتبالبازان روس توسط کنار چپ امکانیت هست برای فوتبالبازان روس و اینجا ضربه هم زده می شود و متاسفانه تو باری دروازه می شود. بینندگان گرامی اینجا به زدن گل دست می یابد بازیگر منتخب روسیه و حساب هم 2-1 به نفع فوتبالبازان منتخب روسیه می شود. ببینید که چگونه اینجا ما در داخل جریمه‌گاه به اشتباه راه دادیم، فارغ بالی کردیم و این فارغ بالی ها ببینید که در لحظه آخر بازی آورده به چی رسید. البته حالا وقت هست بازیگران ما میتوانند که به بازی باز برگردند و موفق هم بگردند. ببینید که از میون 2-3 دفاعگر منتخب تاجیکستان اینجا توانست که با یک ضربه قوی مشرف به زدن گل بگردد. آن بازیگری که در قسم دوم بازی به میدان برآمد و اینجا ارسال گل‌آور را همان بازیگری انجام داد که در قسم دوم وارد میدان شده بود. ارتیوم کوزمنکو مؤلف گل میگردد. بینندگان گرامی در دقیقه 71 بازی و دیم لیوادوف ارسال گل‌آور را مربوطی نامی خویش میکند. حساب 2-1 به نفع فوتبالبازان منتخب روسیه می شود. اکنون ببینید که روسا در مهمانی چگونه مقابل فوتبالبازان منتخب تاجیکستان خوب بازی کرده هستند. البته ما در میزبانی بازی داریم و نباید با باخت روبرو شویم، باید حداقل نباشد بازی را مساوی کنیم. برسای میگردد مسرور دو نفر را میگذارد از پای افتانیده می شود. مسرور غفوروف داور به چیزی اشاره نمی کند و اینجا هم توپ به دست بازیگری ما رسید اما داور این چیز را اشاره نمی کند و همین گونه هجوم فوتبالبازان منتخب روسیه ادامه می یابد. توپ را برمیگرداند برکت الله نعمت الله زاده به هیئت منتخب تاجیکستان. ارسال به سمت چپ مسرور موفق شدن نمیتواند. ولادیسلاف جورایف البته با این گونه عملکردها او وقت بازی را کشیده است و با کشاله دادن وقت میتواند که البته غلبه دستش را در حساب نگاه دارد. دیروز در بازی مقابل اردن در همین ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ما
3 دقیقه نتوانستیم که توپ را در اختیار خویش بگیریم و همین 3 دقیقه به خود 20 ثانیه موندن تا انجام بازی را به مساوی کشید و ما 3 امتیاز طلایی را به قبل از دست دادیم. برای همین هم فوتبال این مبارزه است، تا آخر باید مبارزه برد و ناامید نشد و همین طور هم نتیجه ها رو در فوتبال پیشگویی کردن البته کاری آسان نیست و نمیدونی که چی میشود در میدان. امکانیت برای بازیگران منتخب تاجیکستان هست و اینجا توپ به مسرور رفورف آمده نمیرسد. ولادیسلاف جورایف اینجا توپ رو داشته میگیرد. 15 دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. حساب 1-2 به نفع منتخب روسیه است و یادآور میشم بینندگان گرامی که گل ها رو به ثمر رسانیدند در هیئت منتخب روسیه. ارتیوم کوزمنکو از ارسال گل‌آوری وادیم لیوادوف و همچنین ارتیوم پرومارچوک از ارسال گل‌آوری ماتوی ایوانوف. یگانه گل منتخب تاجیکستان را از ارسال گل‌آوری ابوبکر سلیمانوف به ثمر رسانید آریان مهری نوریدین. توپ را از دست میدهند بازیگران منتخب روسیه. امکانیت برای فوتبال بازان تاجیک. حاجی عبدالمنان بسیار هم ضربه قوی دارد. حاجی عبدالمنان پس میدهد اینجا. امکانیت است برای بازیگران منتخب تاجیکستان و اینجا چیکار میکند بازیگری که نو به میدان برآمد مقداد رازیقوف کمی به سراسیمگی راه داد و نتوانست که توپ را به هم دستایش پس بده. هجوم فوتبال بازان منتخب روسیه بسیار هم خطرناک و اینجا خوشبختانه این وضعیت رو برطرف میکند. شیرافکان سعیدوف بسیار هم در خط دفاع امروز شیرافکان و برکت الله فعال هستند و اکثر حالتهای خطرناک رو محض آنها در آخر امروزه از بین بردند. دو تغییرات نوبتی دیگر در هیئت منتخب روسیه انجام داده می شود. از میدان گرفته می شود ارتیوم پونومارچوک کاپیتان دسته و جای او بازیگر تحت رقم 18 به میدان می براید ارتور چلانوف و همچنین بازیگر تحت رقم 5 ارتیوم خمارین هم از میدان گرفته می شود. اینجا گلی زده کاپیتان منتخب روسیه به ما شما نشان داده می شود که حالا رو عوض کردن و جای او به میدان برآمد ارتور چلنوف. همین چهره و این هم از میدان گرفته شد. ارتیوم خمارین و جای خمارین به میدان برآمد. بینندگان گرامی مدویکوس ولادیسلاف بازم به هجوم میگذارند بازیگران منتخب روسیه. اینجا اشتباه میکند مقداد و بالاتر از تیر دروازه ضربه زده بازیگران روس میدان را ترک میکند و این تغییراتی که سرمربی انجام داده است میبینید که چگونه بازی منتخب روسیه را عموما رنگین تر کرده است. از تغییرات در هیئت منتخب تاجیکستان انجام داده می شود. از میدان گرفته می شود بازیگر تحت رقم 6 شیرافکان سعیدوف بازیگر فعالی ما و به جای به میدان می براید محمد جانی طاهری. بسیار هم شیرافکان در میدان خوب هنرنمایی کرده ایستاده بود. بینندگان گرامی اما برای چی سرمربی او را از میدان گرفت این برای ما ناروشن است. اما باور کنید در خط دفاع امروز شیرافکان سعیدوف و برکت الله نعمت الله زاده همتا نداشتند. مخصوصا خودی شیرافکان چندین حالتهای خطرناک را توانست که برطرف کند و چندین هجومهای فوتبالبازان روس را توانست که در میدان قطع نماید. قاعده بازی ویران کرده می شود مقابل بازیگری ما و اینجا هم خیلی سخت از پای افتید بهروز خوجایف و به نظر می رسد که بازی را ادامه داده می تواند. از وضعیت استانداردی توپ را به بازی می درآورد محمد جانی طاهر یا خود محمد جان طاهری ارسالی او به سمت مقابل و ببینید که چگونه بازیگران منتخب روسیه اولو همه در خط دفاع هستند و وقتی که هجوم را آغاز میکنند همه باز به سمت پیش میشتابند. همین گونه تاکتیک را حالا کار برده استند بازیگران منتخب روسیه.
بازی دویم رفیقانه میان منتخب‌های تاجیکستان و روسیه، میان منتخب‌های تو 17 ساله نقطه‌اش 20 نوامبر برگزار می‌گردد. پس از این باخوری روزی 18 نوامبر انیخترش پگاه منتخب‌های تا 15 ساله تاجیکستان و روسیه بازی رفیقانه با هم برگزار میکنند و بعداً 21 نوامبر آنها بازی دویم رفیقانه‌شون را دایر میکنند. کارت زرد دویم در باخوری امروز از جیب داور بیرون کرده میشد و به ارتیوم چیستاکوف کارت زرد داور نشان میدهد. قبلا شهبان نعیموف از سایت منتخب تاجیکستان کارت زرد گرفته بود. دهه آخری بازی شروع می شود. حساب 1-2 به نفع فوتبالبازان منتخب روسیه است. در قسم اول ما پیشگام بودیم، اما در قسم دوم رستا توانستند که 2 گل به دروازه منتخب ما روانه نماید. اینجا حالت اینا بازی است. داور کناری بایرقچه خیش را بالا میبردارد. نه، اینجا اوت شده بوده است و اوت به نفع فوتبالبازان منتخب تاجیکستان است. در اداره کردن توپ در باخر امروز بینندگان گرامی فوتبالبازان منتخب روسیه فعال بودند و آنها بیشتر با همان پاس‌های کوتاهی که با یکدیگر داشتند به هجوم‌ها گذاشتند. آن گلی که ما به ثمر رسانیدیم اون هم از عکس الهجوم بود، اما در ادامه ببینید که روسا توانستند که یک بار 2 گل به دروازه ما روانه کرده در حساب به پیش بروند. به هر صورت حالا وقت هست فوتبالبازان ما میتوانند که حساب را مساوی کنند یا در حساب پیشگام گردند و اینجا هم آماده است از اوت را به بازی درآورد. امیری فرهاد، امیر، اما این ارسالی انجام داده امیر را ببینید که راست جانبی دستی دروازه‌بان منتخب روسیه می رود. با صورتی بلند و پیش حرکت میکند اینجا دفاعگری منتخب روسیه و کسی از هم بازیگران ما پیدا نمیشد تا سطح راهی او بگردد و حتی ببینید که پاسی انجام داده او نزدیک بود که هم دستش رو بود دروازه‌بان ما 1-1 برآورد، اما دروازه‌بان از موقعش بیرون شد. محمد عبدالله دوفا توانست که این وضعیت رو برطرف نماید. قاعده بازی رو بیرون میکنند بازیگران منتخب روسیه. انیخترش نیکیتا، در مبارزه با مهربان حمیدوف قاعده بازی رو بیان کرد. ضربه به سمت پیش، توپ همونو در اختیار بازیگران منتخب روسیه است. ببینید که اینجا چگونه خوب بازی کرده است بازیگر منتخب روسیه. توپ را از دست می‌دهد. اکسل جیم فوتبالبازان منتخب تاجیکستان غفوروف با سرعتی بلند به پیش حرکت کرده است. مسرور اینجا نمیتواند که از بازیگری رقیب گذرد و توپ را هم سوی می‌گردد بازیگر منتخب روسیه. لیوادوف وادیم یک ارسالی گل‌آور در باخوری امروز در حساب دارد. وادیم لیوادوف محض او با ارتیوم کوزمنکو ارسالی گل‌آور را تامین کرده بود. ضربه کنجی به نفع فوتبالبازان منتخب تاجیکستان است. ارسال به داخل جریمه کرده می شود. امکانیت هست. ضربه و توپ وارد دروازه می شود. بینندگان گرامی و حساب برابر می گردد. محمد جان طاهری با سر توانست که توپ را وارد دروازه
владислав ҷураев намояд ва дар дақиқаи 85 бозӣ ҳисобро баробар намояд. беҳуда муҳаммадҷонро сармураббӣ ба майдон набаровардааст ва беҳуда шерафкан саедовро ҳам аз майдон нагирифтааст. 2-2 мегардад. ҳисоб бибинед ки чӣ гуна аз миёни ду бозигари мунтахаби Русия бо як ҷаҳиши баланд тӯбро ба кунҷи болои чапи дарвозаи Владислав ҷураев равона кард ва ҳисобро 2-2 набуд. албатта инҷо қомати баланди ӯ ба ӯ кӯмак кард ба муҳаммадҷон тоҳирӣ, ба ним муҳофизатгари мунтахаби Тоҷикистон ва макнуни ҳисоб ҳам 2-2 мегардад. акнун 5 дақиқа боқӣ мондаро мо бояд самаранок дар майдон истифода кунем. ва инҷо ҳам сармураббии мунтахаби Русия ба мо ва шумо нишон дода мешавад ки пас аз ин голи муҳаммадҷон тоҳирӣ албатта хеле ҳам афсурдаҳол ба назар мерасад. ба ҳар сурат мо метавонем ҳоло дар дақиқаи боқӣ монда муқобили Русия муваффақ бигардем. танҳо ҳар як бозигар бояд дар мавқеи хеш устувор бошад ва ҳамин гуна ба аксулҳуҷумҳо гузаранд. бисёр ҳам хуб ба аксулҳуҷум мегузаранд бозигарони мунтахаби Тоҷикистон. тӯбро дар майдон нигоҳ медорад инҷо, аммо Амири Фарҳод ахиран тӯбро аз даст медиҳад. инҷо Юнус Исматуллоев омодааст ки ба майдон барояд. ним муҳофизатгари мунтахаби Тоҷикистон ва мебинем ки ӯ дар майдон киро иваз мекунад. ба фикри ман Амири Фарҳодро сармураббӣ иваз кунад хубтар аст, чунки на он қадар фаъол аст дар майдон ва бисёр ҳам хаста гардидааст. тӯбро соҳиб мегарданд бозигарони кишвари мо, аммо қоидаи бозиро инҷо вайрон мекунад. Матвей Иванов ва на инҷо Ҳоҷи Абдуманнон аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Юнус Исматуллоев ба майдон мебарояд. Ҳоҷи Абдуманнон ҳам имрӯз дар канори рост хеле хуб бозӣ кард ва ирсолаи хуберо ҳам дошт. ирсоли Юнус Абду Саломов аммо бидуни натиҷа. Юнус инҷо дигар бора бо тӯб аст. тӯбро аз даст медиҳад Юнус Исматуллоев. аксулҳуҷуми футболбозони мунтахаби Русия бидуни натиҷа аст. тӯбро боз мо дар ихтиёри хеш мегирем. Амири Фарҳод аз ав тӯбро ба бозӣ медарорад. Амир баси ӯ ба Меҳрубон Ҳомидов, Меҳрубон ба Қафо, ба Муҳаммадҷон Тоҳирӣ. инҷо ҳам Баракатулло Нигматуллозода бисёр ҳам хуб бозӣ карда истонанд бозигарони мунтахаби Тоҷикистон ва инҷо ду нафарро мегузарад дифоъгари мо. ва баъдан аз ҳамдастояш ҳам узр мепурсад ки Миқдод Розиқов имкони пас додан нашуд ба онҳо. аз ав тӯбро ба бозӣ медарорад бозигари мунтахаби Русия Владислав Медвикус. соли тӯлонӣ ба самти Евгений Аксенов. 2 дақиқаи дигар то анҷоми бозӣ боқӣ мондааст. тӯб аз майдон берун шудааст. ишора мекунад довари канорӣ. аут ба нафи мунтахаби Тоҷикистон аст. тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад Розиқов Миқдод. ҳолати нобозиро ишора мекунад довари канорӣ. ҳолати қоида вайрон кунӣ. ба ҳар сурат дар ҳамон самт аст довари асосӣ бозӣ Абдулло Давлатов ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст ишора мекунад ва вазъияти стандартӣ ва имкони хуб барои бозигарони мунтахаби Тоҷикистон ба миён меояд. ҳама дар дохили ҷаримагоҳи мунтахаби Русия ҳастанд. мисол ба дохили ҷаримагоҳ бисёр ҳам хуб имконият ҳаст. зарбаи масрур ва инҷо Владислав Ҷураев тӯбро дошта мегирад. имконияти хубро аз даст додем ва фишорро идома медем. имконият ҳаст. дарвозабон дар мавқеи хеш нест ва инҷо фурсати зарбазаниро пайдо накард Муҳаммадҷон Тоҳирӣ.
زود از اوت با بازی می‌دارد. امیری فرهاد 5 دقیقه با وقت اساسی بازی زم کرده می شود از جانب داوران و این 5 دقیقه رو می‌بینیم که چگونه استفاده می‌کنند بازیگرانی هر دو منتخب. جاز پای می‌افتد بازیگری ما یونوس اسمت‌الله‌یف، اما اینجا قاعده ویران کنی نیست. وقت اساسی بازی هم به انجام رسید. اکنون 5 دقیقه علاوه نموده داور آغاز می‌گردد و این 5 دقیقه رو می‌بینیم که چگونه استفاده می‌کنند بازیگران هر دو منتخب. کارت زرد سوم از جبی کارت سرخ یک بار بینندگان گرامی به بازیگر منتخب روسیه با وادیم لیوادوف نشان داده می‌شود و اینجا دست بازیگری ما یا چگونه آسیب جدی برداشته است. به نظر می‌رسد که طبیبان به او باید کمک رسانند. اینجا از پایش آسیب برداشته است و از خفا بسیار هم دقل خواهده بازی رو ویران کرد و دیم لیوادوف و کارت سرخ گرفت میدان را ترک میکند و از این استفاده برده باید اکنون بازیگران منتخب تاجیکستان گل سوم را به دروازه روسیه بزنند. اکنون اونا در دقیقه باقی مانده 5 نفر بازی را ادامه میدهند و یادآور میشیم که بعدیم لیوادوف در قسم دوم بازی به میدان برآمد و یک ارسال گل‌آور را در دقیقه 71 بازی به ارتیوم کوزمنکو تامین کرده بود و حالا باشد میدان را ترک میکند این بازیگر. و اینجا هم ببینید که چگونه عبدالله دولتوف یک بار مستقیم به او کارت سرخ نشان داد. قبلا 2 کارت زرد را از جبهه خویش بیرون کرده بود. دولتوف یکی آنها را به بازیگران روس، دیگر را باشد به بازیگری تاجیک نشان داده بود. بازیگران منتخب روسیه اکنون 1 نفر کم بازی را ادامه میدهند و ببینید که باز هم به هجوم گذشته ایستادند. بله اینجا خیلی خوب بازی میکند بازیگری منتخب ما. محمد عبدالله هاتف توپ را به بازی می‌دارد. اینجا دفاعگری ما ضربه خواهد زد و اشاره میشود که هم به خط حمله شتابند. امیری فرهاد اینجا موفق شدن نمیتواند. اشاره میشد که قاعده بازی را ویران کردند بازیگران منتخب روسیه در مبارزه با یونوس اسمت‌الله‌یف. خودی بازیگر جبدیده اینجا از وضعیت استانداردی توپ را به بازی خواهد درآورد. همه به داخل جریمه‌گاه منتخب روسیه میشتابند. البته یونوس هم توپ را به همان جو ارسال خواهد کرد. ارسال به داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای بازیگران منتخب تاجیکستان از ضربه هم زده می شود و اینجا موفق شدن نمیتواند مراد جان جلیل زاده. الفبک بیراموف هم اینجا بسیار افسوس میخورد که چگونه از یک وضعیت 100% گلزنی استفاده بردن نتوانست. حداقل میتوانست که پاس بدهد به همدستایش، اما ضربه زد. یادآور میشم که آخران مراتب منتخب‌های تو 17 ساله تاجیکستان روسیه در دوره بازی بین المللی رفیقانه ماه فوریه با نتیجه 1-1 بازیشان به انجام رسیده بود. اونجا 5 فوریه بازی دایر شده بود و همکنون به آخری نوبتی آنها باز مساوی صورت گرفته ایستاده است. عبدالله دولتوف به سرمربی منتخب تاجیکستان الفبک بیراموف چیزی را اشاره میکند. ضربه ولادیسلاف و داخل جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان و ببینید که پس از کارت سرخ گرفتنی بعدیم بازی منتخب روسیه هم توجه ضعیفتر گردید. اما از این ضعیفی باید بازیگران منتخب تاجیکستان استفاده کنند و موفق بگردند. ارسال به سمت چپ و جانب یونوس اسمت‌الله‌یف. یونوس اینجا به قفا پاس میدهد. یونوس اسمت‌الله‌یف، محمد جان طاهری یک از بازیگران ما حالا در روی زمین خوب است، اما ما به این نگاه نکرده باید هجوم را ادامه بدیم. از به کناری راست و ببینید که چگونه
این وضعیت رو هم از دست دادیم. اینجا داور عبدالله دولتوف اشاره میکند که طبیبان به این بازیگری جبر دیده، البته کمک خیش را رسانند. از پایش مصیب برداشته است. ضربه کنجی به فایده منتخب تاجیکستان است و یادآور میشیم که ما گل دوممون را از ضربه کنجی و ثمر رسانیدیم و آنجا توانست که محمد جان طاهری با یک جایش بلند توپ را وارد دروازه ولادیسلاف جورایف نماید. و اکنون این نوبت میبینیم که از ارسال مهربان حمیدوف چگونه استفاده میکنند. بازیگران ما با این آخرین امکانیت خواهد بود. اگر از این امکانیت استفاده نماییم پس باور کنید عالم علی نور میشود. بر صورت الله اینجا با بازیگری جبر دیده طبیبان کمک رسانیده استند و پس از میدان برآمدن او داور اجازه میدهد تا مهربان حمیدوف از ضربه کنجی توپ را به داخلی جریمه گاهی منتخب روسیه البته ارسال نماید. یادآور میشم بینندگان گرامی که گل ها را در آخر امروزه به ثمر رسانیدند. در هیئت منتخب روسیه ارتیوم پونومارچوک و همچنین ارتیوم کوزمنکو گلای منتخب تاجیکستان را باشد اینجا به ثمر رسانیدند. آریان مهری نوریدین و محمد جان طاهری. مهربان حمیدوف ارسالی او به داخل جریمه گاه و اینجا ولادیسلاف از موقع خیش بیرون نشود و با یک جایش بلند توپ را زده دور میکند. اما داور اجازه میدهد بازی ادامه یابد. به صورت بلند به سمت توپ پیشتاب میکند برکت الله دینگبت الله زاده. داور اجازه میدهد تا هجوم فوتبالبازان منتخب روسیه ادامه یابد و همینطور صدای شکی عبدالله دولتوف از انجام بازی اول رفیقانه میان منتخب‌های تو 17 ساله تاجیکستان و روسیه درک میدهد. گل‌ها را در آخر امروزه به ثمر رسانیدند. در هیئت منتخب روسیه ارتیوم پونومارچوک و همچنین ارتیوم کوزمنکو گلای تاجیکستان را باشد. آریان مهری نوریدین و همچنین محمد جان طاهری مربوطی نام خویش کردند. بازی دومی دوستانه میان منتخب‌های تاجیکستان و روسیه روز 20 نوامبر برگزار می شود و ما هم در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارش مستقیممون را به انجام می‌رسانیم. بازی را با شما تماشا کردم. من شورای فریدون سفرزاده. صحتمند و کامیاب بمانید. خیر.